خیر بالتر همین خیر بچه ها باشتید دام صبح خیر زودتر کانی این متداران شده برای اولی علی کجام کاری شده و جان دل برادر هپ مرحمت دوستم آفرین بولتا جان تشکر که عارف و تو هم ظریف به خدا در جایبم همین خدر دوست خرد شما خودتان باشد بعض که ساله کم دهنده از جون است زیاد دهنده از مال است یعنی تنیات مخصوص بودنتان را نشان دهید بیایید مانه دکه کنی بچه ها زودتر سمان باز با قربان میگردد ها؟ بله متاسفانه سمان را یک طرفه کردن نتوانست این طور باشد راهی دیگری میابیم بو بخش صحبتتان را میبرم کنی همتتان را نشان دهید در برم از این زیادتر نیست خوب شد که پول خوستیم وگرنه همه همون رو خرزدار ببروردند کنی گذار سلام خوش آمدید سمان جان خوش آمدید سمان خانم اپا جان به این طرف سریم خوش باشید سمان این چای رو کسی نرسیده تشکر انا همینطور در جایهایتون چید همه اتون با من گوش کنید از این پس استعفا دادن رو برای شما من میکنم از اینجا تنها کفن پیش میبرید مرا فهمیدید خوب شد علمی خیل اپا جان من باید با بانک روم برای علی از دیگر حال خدره که برای وای اپا جانی بهترین وای میشود سلامت باشید اپا جان خیر من رفتم تا بازید بچه ها خیر زودتر باشید دام کارلوس لبر خانم گیر خانم فیضیه ماشاءالله هممون رو شرمنده کردید این اولی همتی رو بینید ما رو خرسند کردید خانم تشکر زیاد خدا برکت ده کم دهنده از جانش زیاد دهنده از مالش میدهد خدا راضی باشد من رفتم خدا نگاه من رفتم سلام علیکم شما آها 33 در اینجا هم از پیشم بر اومد جانکم چند سال انتظار فرزند بودیم با احتیاط باش گوش کن از همه دردی خطرناکی عامله داره این ماه هفتم است اگر یکون دردی خوردی احساس کردی بس کن سلیم بیوده خبوتید میشوی هیچ چیز نمیشود حاضر با چی کار باشم ای بوس رو ازان میکنم چند بار با تو گفتم خودت رو خسته نکن چطور خسته گویا تنمی خشنده باشم سلیم شده تو هم از پسی کارت شو بعد صحبت میکنم شد مایل است خیر خودت رو احتیاط کن تا پستی نخواستم با تو بیرم آماده شوید کمی دیرتر میدرویم نه کسی نیست خواطر نشو خودش تنهاست زود بیاید او به خانه در آمد در درون است چیکار میکنی؟ زود میدرایم روی فشاراده اگر سخت میترسم سرم با بلا گرفتار میشود از چی میترسی؟ حل میکنیم روی پوشا کشده برای زنها مانند شدی تو باشی با خود نصرالدین مانند شده شد بدرایم خوش باشد چی کار کردی مخی؟
گویی رو باز کنید ابله ها راستید آراریکا تشکر. سلیم دخترت که تولد می شود؟ آنقدر نمانده است 2 ماه پس. بخیر باشد. سلامت باشید. صد شکر. ای خدا. جناب اوهیستن نمیبینی؟ چی شما کوره؟ کاش کور میشدم این سپوگی رو نمیدیدم. شما چی گفتید؟ ما رو ببخشید. خفه نشید براسی. من شما رو ندیدم. ما رو ببخشید. به این هم معلوم است. ببخشید. ما رو ببخشید. باورم نمی آید. تو بی بر وقت درگی سرم شدی. تو کی؟ از کجا میشوی؟ من سکرگیم. نام دیگرم کارلوس. با سکرگی هم هستی؟ بله، یا اینکه شما هم سکرگی هستید؟ نه جناب، من از کجایی هستم، یعنی ازمید. اکنون اینش نشد. چرا نشد جناب؟ مگر انتظار بودید که خش و تبار میبراییم؟ باز گپ میزنم. ای خدایی چه زیبایی بود. آهسته ابله آهسته. اگر عرابه میرانی زن حامله دارد. آهسته ران. زن رو دزدیدنمون هیچ جبنی و لرزاندن ماشین ضرر داشته است. اگر او کودکش رو از رفیت قسم میخورم ما رو میکشن. خدا پناه دید. گپی بیهوده نگویی. شد آمده رسیده. شما احتیاط شدید سر ما رو با بالا گرفتار نکنید. فهمیده؟ باش می آید. باید زودتر باشه. زودتر بیا. زود. با شوهرش کی گپ میزند؟ ده من گپ میزنم. تلفن زن رو گرفتید؟ الان در اینجاست. اکا او به هوش می آید. 1 ساعت پس گفته بود. از کجا دانم؟ شاید درست زیر نکرده ایم. روی پشت رو کشید. روی های ما رو نبینم. همگی 972 لیره. با کدام حساب میگذرانید؟ در همین جا بود، اما مرحمت برادر. شما رو 5 دقیقه انتظار میکنم. ببخشید باید زنگ تلفن رو جواب دیم. همسرم حامله دارست. به ملال برادر، شاید مهم است. من انتظار میشم. بین هم تقدیر ما همین هستن. لبای جانم. با سلیم گپ میزنم. بله ما. سلیم خودت به من گوش کن. همسر در دستمون است. آتش چیزی نمیگویی. اگر گفته‌های ما رو اجرا کنی او را صحت سلامت و تو میسپاری. اگر دیگر همسر رو نمیدی. شما چه میگویید کی هستید؟ مگر این شوخی است؟ چه شوخی؟ همسرت رو دزدیدی. مرا نمیشنوی. شما چی میخواید؟ از همسرم چی میخواید؟ شما کی هستید؟ چقدر پولی که در بانک است گرفته به ما میاری. مرا شنیدی؟ وگرنه همسرت و کودکی در بطنش بوده میمورد. اما از کجا دانم که شما دروغ نمیگویید؟ از کجا دانم که همسرم در دست شما میگوید؟ این چه آدم است؟ گرد زن همسرت. سلیم دیواز من رو نجاته. سلیم تو خوب هستی؟ سلیم نجاتم. اکنون شنیدی؟ الله اگر یک تاری مویش کم شود شما رو زنده نمیمونم. او را
رو رها کنید. هر چی خواهید میکنم. پولها رو با ما میاری. اگر به نزد پلیس بری خودت میدانی. در لحظه اینقدر پول رو از کجا یابم؟ شما دیوانه شده اید. من از کجا میدانم الله در بانک تو کار میکنی. هیچ نباشد 100,000 بیار. وگرنه همسرت رو دیگر نمیبینی. 1 ساعت وقت من به تو زنگ میزنم. الو الو برادر خوب هستی؟ برادر تو بیماری؟ نه من خوبم. لیکن خوب نمی‌نمایی. ببخشید کمی وقتتون رو میگیرم. با جان دل برادر انتظار میشم، لیکن در روز نکشد. فهمیدم. مانده نباشید. تشکر سلیم. در کسر چند سو است؟ قریب 80,000. آن پولها رو گرفتم میتوانم؟ همش رو؟ غیر امکان است. امروز باید مبلغ خود را پرداخت کنیم. آن پولها به من لازم است. باید پرداخت کنیم آقای سلیم. چه خیلی همش رو دیدم. نمیفهمید آن پولها برای من لازم است. چیکار میکنید آقای سلیم؟ یک طرفیست میگم. چیکار میکنید؟ پاسبان و اینجا بیاید کمک کنید. پاسبان کمک کنید. آقای سلیم با خود بیاید. آقای سلیم چیکار کرده اید؟ زود این آدم را دارد. این آدم را دارد. پولها را میگیرد. آقای سلیم چیکار میکنید؟ گوش کن برادر، این پولها به من لازم است. دستت را بردار دستت را. آقای سلیم دستت را بردار میگم. آقای سلیم آرام شوید. این پولها برای من لازم است. چرا نمیفهمید؟ آکا به این هم من جذب کننده ای بلا دارم. باز بلا آمده مرا یافت دوستم. نستدیل اومد. سلاح را در شوربه گذاشتم چی؟ ای منی بیعقل. الو اکایوری، زودتر رسیده بیایید. بانک را غارت میکنن. سلاح دارن. چند نفرن؟ 1 نفر. اکا زودتر بیایید. احوال وضعی است. فهمو شو کردو تو آمدن ما لیکن یکان کار نکن. فهمو مالش خواهدی نشد. بخیر. کارلوس نفسه با بانک غارتگری سلاحدار در آمده است. زودتر همه آماده باشیم. زودتر خیلی زودتر با اینجا گذاره. زودتر یکم کس از جایش نشون بد. خیلی زودتر با این طرف گذاره. خیلی زودتر با اینجا گذاره. شنید پس همون شنید پس که از جایش بد میپرانم. شنید پس که از جایش بد میپرانم. شما انسان نیستید مگر وجدان ندارد. من حامله دارم مگر نمیبینید حاملم. اگر به من رحم نکنید و کودکی در بدنم بوده رحم کنید. خاموش ارجان با این یگان چیز توی دمش رو گیرد بر جانم زد. چرا نمام رو بگیری؟ من بادو بشنوم. به من نگر دهانت رو نکشو. نباشد تو رو پارا بکنم. ارجان گفتی تو ارجانی ما هستی؟ در اینجا ارجان مرجانه تو رو دوغی نکنم. فرانه دوغی. خیلی به این سلیم زنگ زن. پولها رو زودتر بیارن وگرنه کار رنگی دیگر بگیرم. چه حال داری؟ پولها رو گرفتی؟ شد حاضر میشود. سلیمان چی حال دارد؟ او هم سرجان بوده است. اگر با او یا کودکی در بدنش به ضرر رسد قسم میخورم شما رو زنده نمیگذارم. مرا شنیدی؟ مرا تهدید نکن. مرا نترسان سلیم. نیم ساعت وقت مانده است. همش رو بیار. بازنگ میده. نامی این مرد چیست؟ سلیم اومد. من همسرش رو میدونی؟ با فکرم سلیمه است. احوال رو وزنی نکن. ملک ها رو گیفته رو بر. آخر به یکون که ضرر میرسونی. شما در اینجا چی کم میزنید؟ کسی از جایش نشون باید گم نزنید گفتم. شد آرام شد. گم نمیزنید.
با اینجا بیا زودتر پرهارا با اینجا بیا بیاتی نکن التماس با خود بیا کم نزن گفته هایم را اجرا کن منش زودتر انا حاضر وقتش رسید بمون کش کن یک اونو مخوله نکن تعینات مخصوص در بیرون است کمی دیرتر این مسئله رو حل میکنم رویش اون طرف است من حل میکنم از جای نجوم احوال رو بد میکنی فهمو؟ حیات آدمان رو در خطر میگذاری نه نادیرت تو را چی کار کردی؟ حاجت بزر تو آخر رو زخمی شده است باید با او کمک کنیم کمک شد تنها چخور نفس کش تحمیل ماند این صدای تیر بود иншалло ба касе зарар нарасидааст акасоне бояд дохолат кунем Хочется сладкого? Лакомка от фабрики «Ата» – это то, что нужно. Вафельный-сюрприз и шоколадное удовольствие. А теперь еще и лакомка мини маленький праздник каждый день. Лакомка вафли в шоколадной глазури от фабрики «Ата» – самое сладкое удовольствие. این آدم زخمی است آخر او را زخمی کردی دزدی گناه است اما آدم کشی گناهی وزنی تر گوش کن باید او را بریم و هوای تازه اگر نبریم تو قاتل میشوی تو مرا میفهمی خاله جون خوب هستی خاله جون خوب هستی دارو دارد خاله جون دارو خاله شما یکم بیماری داشته دیلم بیمار است بیماری دیل بوده زودتر باش خوب بشم خاله جون حاجت گذار گوش کن در اینجا یک بیمار و یک زخمدار است باید اینها را تعجیلاً از اینجا بریم شما چیکار میکنید؟ آخر احوال زن خوب نیست خیلی چیکار کنید؟ و ما یاری تجلی لازم است زودتر باید جغ زنید شد خاله جون آرام شوید انشالله خوب بشید خاله جون تجلیل هم میرسد شما چیزی نشده است نفس خود چیکار کشید اکا حالا هم انتظار میشویم این کار دراز کشید صبر کن بانک رو غارت کرده شدن کی بانک رو خورد میکنه کی نشد شوهرت تو را در عقد دوست نداشتن شما از ما چی میخواهید من رو از کجا یافتید اکا سرم با در اومد باید کنی به خود بیایم خودت میفهمی دارو میخوری ها یک دو دانه ده حاضر داروها رو نمیابم در دستت بودن ندونم در همین جا نه یا اینجا افتاندی اونها آخری نچ بودن روز شدیم ما را رفتن چکار میکنی چی گپ است چه مصلحت داره ارجان این آدلا داروها رو افتاندن من را نگیر ابله چند بار گویم من همش رو دانستم روزی نیک رو نبینی ارجان باز برادرم بوده است آدم چطور این رو با اپش رو میبیند بله منم ابله منم چی شدد من مثل تو خواهر و مثل شوهر یزن ندارم فهما وقت اکنون بروی ما میخندم با من با یزن رحم نکردی در بدنم جیانی تو ساخی بس کن به این همسرم گرنگ است بوغی بکنم اکا بس کن باید رفته داروها رو از آنجا گیریم شما در اینجا ایسته من رفتم میارم شد اکا سراغه او را یافتم خانهش در همین نزدیکی بوده است شد عارف شاهید سومن شما زود رفته زنش را در نظارت گیرید فهما اطاعت در آنجا یک زخمی و یک زنی بیمار بوده است شد بیایید زودتر این کار رو تمام کنیم باید رفتید من اون را راضی کنم کوشش میکنم که اونها رو برارم مایل با دقت باشید برادر
دندونهایت را سخت زد. باید کمی دیگر تو خط کنی. گوش کن، بالای زخم رو خوب زد کن. فهمو؟ مایلش بکن، سخت درد میکند. برای اون درد میکند که تیر در استخوان است. آرام شو. نفس را چه خود کنش. فهمو؟ شو. آرام شو. اینو در اینجاست. آرام شو. پایین طرف. شین. احوالش خوب است. باید تمپون گذاری. خونوی زیاد است. باید صدی روحش رو گیره. مایلش. زد کن. تو کی هستی؟ منفذر رو ندارد. او با تو کف زدن میخواهد. برای چی؟ برای خوبی تو اصلی. خواطر نشو. سلاح ندارم. برای تو آمدم. تنها صحبت میکنه. برای در آمدنم اجازه ده. خونویش نمیست. آرام باشید. مایلش یکان حرکتی به جلو نکن. درا نام او سلیم است. 33 ساله. نام همسرش سلیمه. کارمندی با موفقی بانکی. تفسیف نامه‌اش تازه است. داغی سودی ندارد. با این طرف بیا. یگان کاری خطا نکن. خوب است خولا جون. آقای سلیم مرا خوب گوش کنید. فکر میکنین که با این کار مجبوری دست زده اید. از کجا میدانی؟ شما شخصی نیستید که آدم ها را در بون گروگان گیرید. کارها را در بیرون حل کردند. همین طور نه؟ این دیگر اهمیتی ندارد. گوش کنید. این کارتان جنایتی وزنی است. مشکلی را حل میکنید. اول با من نیتی نیک داشتن تو رو نشان دهید. من هم به شما کمک میکنم. مایلش چی طور نشان میدهم؟ اجازه دهید آدمان زخمی و بیمار را برارید. راست میگوید. راست میگوید سلیم. اگر تو به سوی ما یک قدم گذاری ما به سوی تو 10 قدم میگذاریم برادر. با ما؟ مایلش برایند. زود به اینجا دکتران را فرستید. آرام. زودتر. زودتر باشه. انا بینید اومدم. بچه‌هایت گذر. کمی زودتر. شد. بچه‌هایت رو بگذارید. شد. زودتر روید. برای با من کمک کردن از این دارم. در هر قدمت همسرت رو فکر کن. فهمو؟ همسرت را فرزندی در بطنش بوده را فکر کارم رو کردم. خطا کردم. دیگر پاس نمیگردم. همسرم حامله است. باید من ازش روم. تو با اینجا بیا. زودتر با اینجا بیا میگویم. زودتر بیا. کنی بیا زودتر بگم. با این طرف بیا. زودتر بیا. یا همسرم رو برای ازدم بیاره یا برای من. زود ماشین رو مالا کنه. کسی نیست. یگان نشان زوری نیست. چی کار میکنه؟ باید به درون درآید.
شویه پنهان میشویم. رفتیم. در اینجا چی شده است؟ در روز روشن زن را میدوندن، این کاری کردنشان را بید، حتی در را محکم نکردن. اجازه نجو. ایستا پلیس. این چی گپ است؟ اینجا خانه اپم. این رخصتنامه داره و فکرم نیست. زن را به کجا بردید؟ چی رو؟ همون زنه رو که دود دیدید قبلا. سلیمه رو بگویم. سلیمه رو؟ اپم رو دود دیدن؟ کی دود دیدن؟ به من نگاه کن. زن حامله دارد، شوهرش باشد، بانک رو غارت میکند. اگر زود رفتن این خوب میشود. وقت ما کم است. آخر اپم رو دود دیدن، او باشد پولی مرا میدارد. معلوم میشود که گپ زدن نمیخواد. گپ بزنم. حالا مثل بلبل به خواندن میدراید. عارف چیکار میکنی؟ گپ زن ابله، گپ زن. او را در کجا پنهان کردید؟ گپ زن. چرا پنهان کنی اکا؟ یعنی گپ نمیزنی ها؟ عارف او را برو میمور است. عارف چی؟ دیوانه شدی؟ بله دیوانم. یکون گپ داری؟ گپ بزنی یا باز دوام دهم. اکا اگر دانم چرا نمیگویم؟ گپ زن ابله، گپ زن. عارف سرش را بران، او میمورد. در خرابه ها. تو مرا درست فهم. من هم زیدی شکنجه هم، اما برای تو برای این بیناموس ها علاج دیگری نیست. راه گرد میروی و ما اونجا رو نشا میدهی. راه گرد. مرا گوش کن، این خیل نمیشود. سلیم مرا گوش کن. اگر سلاح گذاشته خواهی به نفره به من گذار، به زن نه. تمام. این تر باشد بیا یک جای میبره. مایش سلیم بودی خند بود. نمیخواه که ناخوشی رو بودی. اصلا من نمیخوام. در نزن پیشیر نکن. گوی ماشین را آماده کن. زودتر. ما وقت ندارم. زودتر. شون آماده کرده ایستادم. آرام شو. گوشایت رو گوشادم رو خوب گوش کن. اگر خطاگیر خورده هم پیدو رو میپرانم. آدینه ها رو هم میپرانم. من رو شنیدی؟ سلیم برادر، به کسی چیزی نمیشود، خواطر نشو. همینجاست. یکان حیله نمیکنی ها؟ همینجاست. در درون. در کجای بنا؟ آشیانه دوم از طرف چپ. اگه ساله در حقیقت زن را دزدیدن، ما به جای پنهان کرده اشان آمدیم. اما با دقت باشید. به من نگه. صدایت را نبرد. بازی میکنید آخر همسر و فرزندم در آنجا میمیرن. این قدر انتظار شدن بس است. اکای سوله میبرویم. او رو به گپ گفته میتوانی. عارف همسرش رو یافته است. راگت سلیم با من گوش کن. همسرت را یافته، حاضر نجاتش میدهد. با من دروغ نگوی. دروغ نمیگویم. نام یکی از دوستها ارجان اورک هست. ارجان اورک؟ میشناسی؟ برادری همسرم. باور نمیکنم. اثبات کنید. اکای سوله یگو خبر هست؟ نه انتظاریم. عارف او به ما باوری نداره. زودتر باشه. احتمال زودتر باشه. حاضر میدارم اکای سوله.
Yarsan, yürü, şükür akın. Bakın sorunu. Bakın sorunu, zamanı sorunu bekliyor. Bir anda sürekli sorunu. Silahı atına sorunu güzel. Ebasa ben dönüyorum. Hem nazar budur olsa hem kesin nazarlanıyorum. Ben sorunu. Silahı atına güzel. Başım ona güzel. Ebasa ben sorunu. Ona bana vakti tavallı olmasın. Azarı güzel kızım. Maylar. Maylar. Oromşam. Oromşam. Şut. Silahı atına budur güzel. Bakın sorunu sonra kırık. Ebasa ben sorunu. Maylar. مگذارید. آرام شو. پاتیکش تقدیم میکند جدیدترین برنامه نوروزی خبر آمد که یارم خر دارد مگر یاری نوه در شهر دارد انا گفتم ای کجایی انا گفت ای زنغره یار بیا پیشم قربان تو گردم گرفتار به تو میشم قربان تو گردم اصلی قبول شود ارزون روزهای نزدیک دسترس نمایید Tutar yapıyor. Aklını topu okudun. Ananı kır. Ananı kır lopari. چی شد؟ چرا از هم خبری نیست؟ چرا چیزی نمیگوید؟ کم دیگر صبر کنید دیگر برای صبر کردن وقت ندارم مرا نمیفهمی همسرم حامله دار است باید زود این پولها را برم یا راهم را کشاید یا با سرش بپرانم گوش کن برادر من کارمند تعییناتی مخصوصم اگر بچه های ما همسر را یافته باشن صحت و سلامت میارن خواطر نشو کسمی چی شد؟ یکم خبری دید دیوانه میشود عارف چی شد؟ حالا هم زن رو نیافتید مرا میشنوی؟ اکا انشالله یکم مشکلی نیست این سال اگر خواهید رو پرانم اما کارلوس در دستش هست چیکار میکنی؟ میخوای پیشانی کارلوس رو سراغ کنی؟ من فکرم نوزمان رو کارلوس میبردارد از خودم با اون خاطره میدیم دیوانگی نکن بالتر از عارف خبر انتظاریم پیشنهاد تو رو به نظر میگیریم Roklat verdi. Yari Yabanı nakırır. Oğlan badaş. İltimos. Rahoyam kune. Tavallos nekunam. İltimos. Kalbi baskı sana bırakıyor. آرام شدید زن رو درد کودک گیرست است باید رو پس ملوز خونده بریم آرام شدید مایلش تو خواهده نشم تومان شاهین تو با این همون ما خانم رو با تولد خونه ببریم من ماشین رو میارم خوبتر مایلش خبر دید بایستتر رفتیم اکای ساله زن رو رها کردیم مایلش تلفنت رو خاموش نکن با همسرش گپ میزند فایزیا بدر رو میدارویم زن رو رها کردیم صد شد
گوش کن خبر اومد احوال همسرت خوب است رهایش کردند ای پس از با سامان گفا از سری رو هم دور شو اما یک طرفیست بگیم خودت گفزن تلفن را فرست گیر الو سلیمه یک دقیقه حاضر به همسر کنید سلیمه جانکم خوب هستی؟ شکر خوبم سلیم من رو رها کردن چرا صدایت خسته میاد؟ چی گفت شد گفت زن؟ دردی کودک است سلیم چی؟ سلیم دردم سر شد آخه باید خانم ببرد مایلش جانکم مایلش اکنون دقت کنی سلیم چیکار کردی؟ با تو یکان ناخوشی روی داد نه جون هیچ گفت نیست کی میایی این که باشد کی میایی من شاید زود آمده نتوانم جونم وقت کنم میدونم شما سخت رسیدید اما من دیگر چاره نداشتم همسری حامله دارم رو دوست دیدم دیگر چاره نداشتم التماس حقتون رو حلال کنید شد آرام شو همش گذشت خدا از شما راضی باشد اگر همسرم رو رها نمی‌کردید کارهای بدتری رخ می‌داد اکنون کاری شدگی شد خدا از این ور نکند بله بچه ها بیایید میبرید اینجا رو خالی میکنید خدا رو شکر خوب هستی اسمیتی؟ در عمرم اینقدر سخت نترسیده بودم خیرت که من در همین جا بودم اگر میپرون چی؟ ما بار اول به زیر سیلا نیستیم با این خیل کارها عادت کرده ایم یعنی چی؟ من باید شما رو تعریف کنم؟ نه جانم این تنها شوق کسبی است خیر مایلش تشکر سکریگی مرحمت دخترک جانکی من دخترک من کاش پدرت همین جا می بود پدرش نمیرده متاسفانه شوهرتون در گمکارهای نادرستی کرده است خوب رم جانم شد شد خوب رم خوب آرام شد آرام شد سلیم سلیم با کارهای نخوبی دست دادم باز هم دلمان آرام نشد خواستم دخترش رو ببینم تشکر اکای ساله
مادرت با نزدیکی میآید مایلش تو خاطر نشو زود برمیگردم ببخشید برای بقای گریستان نامناسبش لازم نامش را گذاشتیم نمیدونم حالا با یک قرار نامده میبخشید نامتون چی بود؟ از کی؟ از من؟ بله سومن جان بگذار سومن شود جانی من جانم سومن جان دخترکم جانکی من موقع رو نقل کنید از این بیرحمی نفرتم تو با این دختر معقول شده ای؟ با کدام دختر؟ انا وای هی کارلوس زود عمل کردی برادر هی اون نامزد دارد چه نامزد؟ اگر عزیزه را گویی و هفته گذشته فاتحه شده ای ماشاءالله استخباراتت خوب کار میکند تشکر روز بخیر اکنون با شما سوال داریم با اینجا میآید او را به قهوه دعوت کن باز چی احمقی نکنید چی خیلی احمقی آخه جای عیبش نیست تو جوانی چال پهلوی کنی رفتیم زودتر رسما شناخته نشدیم نامی من فنا کارلوس سکرگی 54 کدومش به شما پسند آید نامی عادی نداری درست خوب میشود اگر نام رو اهمیت ندهیم خوب مایلش تا بازدید رفت شراب قهوهش رو نگرفتی چرا ایستاده ای؟ رفت هی وای من از شما یک چیز پرسیدنی بودم مرحمت وای یعنی وای شما همیشه با همین بانک میوید دیگه همین خیلی این کابینه خیر برای کن تو بازدید شما در همین من کار میکنید بیایید مونی دکه مسخره نکنید چی شد؟ این چیست؟ نامش سنم متخصصی به نقشه‌گیری استراتژی ای خدا انا با تو یک امکانیت دیگر نخورد گوش کن کارلوس این انیق اشارت است دانسته باش زن نباشد من زنگ میزنم کنی زودتر اما اول بنازی انگد میبری دستشو بوسد اکا دیوانگی نکنید نیست تو خیر دوستم این دیوانگی نیست فرصت است آخر زنگ زن بیا سالی وقتی رفتن شد دخترم اون رو خوب نگاه کن سلی خواطر نشو او رو نگاه بین میکنه او خوبه خانم سلیمان این رقم های من است
اگر یکم چیز لازم شود بمال زنگ زنی. خدا از شما راضی باشه. خدا نگهبانتان. سلامت باشه. زن آخر چی می شود؟ گوش کن این فرصت رو از دست نده. باروسی؟ نه میخوره. نه کیسر تو کما باتا ایستا یا دقیقا کیسریم چی کار میکنیم؟ ایستا از برای خدا. اکا من چی میگویم با اون چی گویم؟ اکا آخی الو اکا چی میگویم؟ الو خانم سنم مرحمت. این منم کارلوس. در بانک شناسیده بودیم. همه رو نجات داده بودم که رقم تلفنم رو از کجا رفته؟ در اینجا یک حجتتون رو افزونده اید. ای خدا لیکن اون حجت برایم خیلی مهم است. چیکار میکنم؟ باید من تنجنم با یک مجلس نرویم. من میورم خواتیر نشوید. خیر مایلش در قهوه خانه ما میخوریم. هم یگون چیز مینوشیم. یگون چیز مینوشیم بود لیکن من نوشو کسی پتی نمینوشم. خواتیر نشوید. من هم نمینوشم. قهوه مینوشم. بگوهی ساعتی 8 شما رو انتظار میشوم. مایلش هست این رقمی دوست داشته من است. من رقمی 8 رو خیلی دوست میدارم. خیلی دوست میدارم. مایلش تو بازدید. تو بازدید. مبارک شما. کار نکن آخیر. شد کارلوس این کار هم این کار نکنه داخل رو. من از که توی بشود. پیش از خودت چند نخیزوره. آفرین. بچه ها این نفرانی رو که در رسم میبینید آدمان اساسی تشکیلات جدایی خواه است. سال گذشته در نتیجه یک عملیات آنها را دستگیر کردند. حاجی همه اشون در حبسخانه آگاه آنها را به حبسخانه دیگر میگذرانند. وظیفه محافظتیشان به گردن ماست. ماشین را خلیل و سینان اداره میکنند. فهمو؟ فهمیدیم شد داره. خدا مددگارمون باش. آمین. اوه بهتره با فکرم خوب شده است اما این هم لازم باید جدی بودنت رو فهمد. باز چه ها میخوری؟ یا خود شکلات هم گیر گویا به خودکاری میرفته باشد. بله ایستید به این هم هوش در سرم نیست. شما باشد گردن بند و کمچی ها میگویید. شو دوستم آخر مثل شیر شده ای. بهترینه باز چی میخواهی؟ به خدا راست میگوید اکا؟ البته اکا ما در کوه ها شیریم اما در قهوه خانه مثل گربه در اون پرکرده شده چیکار میکنید؟ بسیار واهی من نگو همگی یک قهوه مینوشید. شاید از این کار دست کشم. اکا من با دختر چیزی گفته نمیتونم. گپ زده نمیتونم. زبانم میپیچد. آخر چیکار میکنم؟ خیر اگه چیز میابی آخر نخل میکنی. در کوه های گبر بودیم. هوا 30 درجه خنک. از این طرف بپرانم از آن طرف بپرانم. آیسته پرو دو سر روی دستم پر نشود. نه که اینطور نمیشود. من دختر رو بینم گم شده میمونم. خصلتی من چنین است. نه خوب ولی همین خیلی اکا عارف اگر تو با من کمک کنی تو هم با من بیا. باز چه میخواهی ها؟ بیا اکا آخر تو با من کمک میکنی ها؟ بسرم یک فکر اومد. مدام به عارف باور داری او با تو کمک کردن میتواند. لیکن چطور؟ انا با این نه اینطور نمیشود. فکری بهتری نکن. تو میونروی میکنی اکا من کم میزنم. کارلوس گویا من دونجان باشم و با تو میونروی کردم دختر رو با تو میاندازم. ای خدا دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشانی و در ماندگی. خدا من خدا اکا یا با من میروی یا من تماما نمیروم. آخر کمکش میکنی. در اصل آنقدر از دخترش نمیبرونی لیکن اگر از دل خودت گپ زنی باز صمیمانه تر میشی. خدا مایلش تو نمیروی؟ نه من نمیروم. مانده شدم شما روید. عارف من با تو میروم.
شما روید. من فکرم تو باید این رو بندی. یعنی مجبورم ها؟ کنی بند؟ کار در اینجا به آخر نمی رسد. گروه های جدایی خواه همه کار را کرده می توانند. و استخبارات خبر آمده است. باید بسیار با دقت باشیم. فهما؟ خواطر نشوید سردارم. حاضر به همه اتون شبی خوش. به خانه رفته استراحت کنید. پگاه کارتان زیاد است. گذرگاه و معلومات های ضروری در پرونده هست. شب می خونید. خودتان را هم احتیاط کنید. خوب شد سردارم. خیر، خدا یارتون با. آمین. آمین. شما چه طرف می روید؟ شما را تا خانه برم؟ نه اکا تشکر. ما ماشین داریم. سورب رو من به خیر مایلش. به همتون شب خوش. شب خوش. شب خوش. صدایم رو میشنوی؟ کدام یک لرزشی هست اما با صدا مانند نیست. اکا با جلو آروم کردن مرا عصبی میکنی. اکا اون نمیآید. با فکرم مرا احمق کرد. فرلا صبر کن. آخر 9-10 دقیقه گذشته است. نه اکا من میدونم. دختر رسما مرا احمق کرد. من در اینجا مینویسم این دختر نمیآید. صبر کن کارلوس، صبر. در هیجان نشو. در توی خونه می روید. جایتان را گرفته؟ شد بعد از 5 دقیقه همونجا می شوید. خواطر نشوید. نه اکا این دختر نمیآید. من می روم اکا. خیز بالا و پسش. این خیل نکنید آخر. زنها کمی منتظر میکنند. 5 دقیقه انتظار شده نتوانی یک عمر چطور انتظار میشوی؟ اینش هم روست. چی میخواهید؟ شراب های خیلی خوب داریم و شما تفسیر میکنم. کنیگم شراب گفته سرم را ویران نکن. رفته آبی گازنو بیار. آبی گازنو؟ برادر این حیران شدنش را بینا. گویا شیری مور گفته باشم. کنی زود رفته آب را بیار. مرا به خطر نام. به این هم دیوانم. کارلوس چی؟ هوشیار باش هدف نزدیک میشم. اکا این خیلی هدف نگوید. به این هم نراحتم. باز دختر رو نپرونم. از جات خیز کرسیش رو دور کنم. مرحبا. مرا ببخشید شما رو منتظر کردم. نه تو برو شرمنده کردی. آخر دستش رو میبوسیدی. فکر خوب است. خب این تر دهانت رو کشوده نگاه نکن. راست شد مرد برای نگاه کن. کی بودنت رو فراموش نکن. بخیر است؟ شما ناراحت هستید؟ خوبه. چیزی نشده است؟ تو چی حال داری؟ خیر باز یک شباتی دیگر هم زن بخورم.
مالا شبت خوش. شب خوش برادر. برادر بمانی. برو با ماشین بریم. زودتر بیا با ماشین بریم. آکا من چی سپارش دیم؟ یکون تشرف نمیدونم آخیر. لبای؟ گوی یکون چیز. یکون چیز خورم من. یکون چیز؟ یکون چیز ندارن اینها. اینا میخورا که فرانسوی است. و من خیلی معقول است. باری اول میشنوم. نباشه شما انتخاب کنید. تشکر. چیکار میکنی کارلوس؟ همش رو برباد دادی. زود وضعیت رو تغییر ده. هوا همه جیب شده است. گرمشوی جهانی است همین بوده است. لیکن خانه ما با پچکه بود. این زمستان یخ کرده. خونه تان با پچکه است؟ پچکه گفتم کمی، یعنی همه خیلی 4 متر درازی دارد. ما در آن هیزم علاوه میکنیم، فقط درختی هرچه میسوزونیم، لیکن با نزدیکی به خانه نو گذاشتیم. مغزو رو با دختر گذارم. درباره اون قبضه فکرم بیمار رو از دست میدی. با دختر مهربانی کن. یک رو از حد نگذار. دخترهای خلق رو بردار نکن. چی علاقه دارد؟ همه زنها از مهربانی خرسند میشوند. اما من مرد جدیم. لیکن موضوع تو نیستی. بگذار کارلوس و من یکیم. بشکو کارلوس، این کار اینطور نمیشود. دست داغا میزن. اینش دایی چی من تو را دوست میدارم. جدیم، مرا شنیدی؟ فهمیدی مرا؟ اینش باز چیست؟ باید دل جوانمرد با زبانش یک باشد. اگر در تقدیر و نصیبش باشد میشود. نباشد خدا کریم است. برادر میز را زن، گپت را گوی، نترس. چی گپ است؟ نیتی من جدی هستم. من جدیم. من هم خوراک خوردن رو دوست می‌دارم، اما مثل شما این مسئله رو جدی نمی‌گیرم. گوش کن سلام. نه التماس با من اینطور نگاه نکن. سیمو میشود که تیاری ببینید. تو جای سهراب رو میگیرید. همه شما موده است. فقط تو هم باید اشتراک کنید. چکار کردنت رو میدونی هم؟ بله میدونم. لیکن تعینات مقصدی در محافظت بوده چی میشود؟ ما این مسئله رو هم دیده میبریم. تو خواطر نشو. بعد آدم خواهیم موضوع گفته میره. اگر هم از روی نمشه رود هیچ مشکلی نمیشود. فهمیدم سرداره. دلت را خالی میکنی یا من رفته همش را میگویم. دیگر حاجت به مسخره بازی نیست. اگر کسی تو را دوست دارد بگذار بی‌غرض دوست دارد. با همین فعل و رفتارت. با فکر من هم البته. راست میگویی اکایوری. بله اکایوری؟
با اون میزی در خفا بودن نگر. آن آدم برادر جانی من است. این بیگاه برای دستگیری من آمده. بخیر است؟ به یگانجا سفر داری؟ ما خیلی در قهوه خانه طرف خانه با خوردن رو نمیدونیم. من در دهه تولد شدم. دیلم از روزی تو رو دیدنش دیگر خیلی میتفد. تبسمی آن وقتت حالا هم در پیش چشمانم هستم. مرا ببخش، من جمله عاشقانه ساخته نمیتوانم. لطف و مهربانی هم از دستم نمیآید. من چنانه که میبینی همین خیلم. میدونم غیر امکان است، اما از آنه که یک عمر پشیمان میگردم این بهتر است. بهترش گویم گفتم. سلام. من تو را دوست داشتم. نخور دوستان، این قسمت است. اینها آدمان دیگر دنیایند و ما راست نمی آید. بله همین خیلو، لیکن امید بعداً میمیرد. شما اینقدر تعریف کردید؟ آنقدر دختری عالی هم نیست. این گپ رو در وقتش با مجنون گفتند. تو اینقدر در عشق لیلا میسوزی، لیکن این لیلا آنقدر هم دختری زیبا نبوده است. مجنون باشد. شما لیلا رو با چشم من بینید گفتند. اوف نمیگویم، الله میگویم. اگر علم در ثریا باشد، پیشک مردان از اینها آن را به دست آورند. این حدیثی پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و آن را در حالی گفت که دستش بالای شانه سلمان فارس بود. درستی سخن پیامبر خدا را در خدمت اسلام کمر بستن ابرمردان از نیاگان ما به مثال امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام اعظم، امام غزالی، امام ربانی، ابن سینا، جلال الدین بلخی، شیخ سعدی، خواجه حافظ، میر سید علی همدانی، جامی، بیدین و دیگر ستاره های درخشان و راهنمای آسمان عرفان اسلامی و تمدن انسانی به اثبات رسانیده جهان معنوی اهل بشر را منور ساختند. آینه عبرت. یار مردان خدا باش. استودیوی همصدا با مقصد رشد معنویات مردم و آموزش حیات عبرت‌آموز بزرگان هر هفته پارچه‌ای را از حیات آنها پیشکشی شما خواهد کرد. همصدا، همصدای دل شما.